سلام عزیزای دلم، با یه قصه دیگه مهمون خونه هاتونم. اسم قصه امشبمون گربه نقاش هستش. توی یکی از خیابونهای آروم شهر گربه کوچولویی به نام پوشا زندگی میکرد. پوشا با بقیه گربه‌ها فرق داشت. اون نه دنبال ماهی بود، نه علاقه‌ای به بازی با توپ و کامبا داشت. پوشا عاشق نقاشی بود. هر روز وقتی مردم خونه‌هاشون رو ترک می‌کردن، پوشا از روی دیوار بالا می‌رفت و روی پشت بوم‌ها قدم می‌زد و منظره شهر رو از بالا می‌دید. بعد می‌رفت و با پنجه‌هاش روی تکه‌های کاغذ که پیدا کرده بود تصویر و نقاشی می‌کشید. ولی اون یه مشکل داشت. رنگ نداشت. اون فقط میتونست با خاک و برگ خشک و کمی گل نقاشی‌های کم رنگ بکشه. با اینکه نقاشیاش قشنگ و زیبا بود، اما خودش همیشه آرزو داشت نقاشی‌هاش رو با رنگ واقعی بکشه. آبی آسمون و سبز چمن رو، طلایی خورشید رو. یه روز پوشا روی نیمکت پارک نشست و به نقاشی‌هاش نگاه می‌کرد و با خودش میگفت ای کاش رنگ داشتم، فقط یک کمی رنگ. تو همین لحظه کلاغ سیاهی که روی درخت نشسته بود صداشو شنید. صداش زد اگه رنگ میخوای واسه نقاشیات باید به خونه پیرمرد نجار بری. شنیدم اون جعبه‌های رنگای شادو داره. پوشا با چشمای پر از امید گفت خیلی ممنونم، مرسی کلاغ دانا. اون با قدم‌های کوچیکش راه افتاد، از روی پیاده روها رد شد و از کنار چشمه‌های کوچیک گذشت. به کارگاه نجار رسید. پیرمرد مهربون پشت میز نشسته بود و چوب‌ها رو با دقت و ظرافت شکل میداد. پوشا جلو رفت و آروم گفت من نقاشم، اما رنگ ندارم. شنیدم شما رنگ دارین. پیرمرد با لبخند نگاش کرد و گفت میتونم نقاشیاتو ببینم؟ پوشا کاغذ کوچیکش رو به اون داد. پیرمرد مدت زیادی اونو تماشا کرد و نگاهش یه نگاه مهربون و متعجب بود. اون گفت اگه اینا رو فقط با خاک و برگ کشیدی، تو واقعا یه هنرمندی. تو لیاقت رنگ ها رو داری. پیرمرد رفت و یه جعبه کوچیک ها بود. داخلش رنگ های آبی، زرد، نارنجی و صورتی و همه رنگ ها بود. پوشا با خوشحالی گفت من نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. خیلی خوشحالم. پیرمرد گفت کافیه با این رنگ ها شادی رو تو شهر پخش کنی. از اون روز به بعد پوشا هر روز روی دیوارهای کوچیک، سنگای کنار باغ نقاشی‌های زیبا می‌کشید. مردم وقتی صبح بیدار می‌شدن و این نقاشی رنگی و خوشگل رو می‌دیدن، لبخند می‌زدن و شاد می‌شدن. پوشا فهمید که هنر فقط برای خودش نیست، هنر یه هدیه است برای شاد کردن دل دیگران. شب‌ها وقتی ماه بالا می‌اومد، پوشا کنار جعبه رنگاش می‌نشست و آروم می‌گفت امروز هم شهر رو کمی رنگی‌تر کردم و این برای اون از هر چیزی تو دنیا زیباتر بود. بچه‌های عزیزم، این بود قصه امشب ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهدارتون.